برای میکاپ خوشگل و طبیعی و همیشه بی‌نقص روی صورتت، کرم پودر مایع رو یه مقدار روی صورتت پخش کن که بهتر بلند بشه. از اسپری فیکس و اسفنج استفاده کن که کرم بهتر و قشنگتر روی صورتت بخوابه. زیر چشمت کرم پودر نزن، به جاش کانسیلر رو خیلی کم بزن. قبل از بلند کردنش 30 ثانیه مکس کن، بعد بلندش کن که کاور بهتری بهت بده. قبل از بلند کردن هر محصول کرمی از اسپری فیکس استفاده کن که هم بهتر بلند بشه هم ماندگارتر بشه. رژگونه کرمی و هیچ موقع مستقیم روی صورتت نزن، به جاش از براش استفاده کن که هم یک دست بلند بشه و هم لک نیفته. توی میکاپ‌های سبک از همون براش رژگونت پشت پلکت هم بزن که یه رنگی به چشمت بدی. همیشه اضافه پودر فیکس و کف دستت بگیر، باعث میشه که کانسیلر و میکاپت کیکی نشه. تابستونو برای اینکه ریمل زیر چشم پخش نشه از ریمل ضد آب استفاده کن. یه لیپ گلاس صورتی همیشه به چهرهت